سلام دوستان، اینم از کارهای ما که داره تولید میشه، سفارش های مشتری های عزیزمون و آماده بودن چند از کار و اینم جنس هایمون که تازه رسیده و منتظریم که انشالله بچه ها از استراحت بیان و دوباره شروع کنیم به کار و انشالله که بتونیم سفارش های مشتری های عزیزمون رو سر وقت بهشون تحویل بدیم. این قسمت روی کوبیمون بود، خیاطیمون اون بالاست کلا جداست چون پارچه ها کثیف نشن، خیاطی رو جدا کردیم و اینجا هم که قسمت نجاریمون هست، اینا پاسنگای کارامون هستش، قسمت های رنگی مبلامون که از چوب راش و روسی مخلوط استفاده میشه. بهترینا رو برای همه آرزو میکنم و امیدوارم که امسال کارگردارای عزیز بتونن اونجوری که واقعا دوست دارن کاراشون رو بفروشن و با خیال راحت سال جدید رو شروع کنن انشاءالله.